از کدام قرار است؟ گردی‌همائی در نزد شرکتی معروف فاروز پایین بردن نرخ شیره کمال 10 نفر را به نزد دروازه این شرکت آورد. 20 سال برای گناه عضویت در گروه جنایی و افراطی و قصد انجام عملهای تروریستی مادر پسرش را بیگناه ولی مفتشان جهادی می‌شمارند. یا همه بر دروغ گفتن یا را خطا کردگی بچه ما گفتم آقا جان بچه ما گفتم گندش کشتن نمیتونه. ترکمنستان به تحصیل دانشجویانش در خارج مانع ایجاد میکند. مقامات توجیک میگویند در این مکاتب عالی کشور برای جوانان ترکمن باز است. انتخاب کسب آزاد است، چی برای شهروندان جمهوری ترکمنستان و چی برای شهروندان جمهوری تاجیکستان. صبح امروز تعدادی از کارگران خواجگی کشاورزی در نزدیک شرکت فاروز تجمع نمودند. دلیل ناراضگی آنها به قیمت فروش شیره کمال وابسته بوده است. برخی از جمع آمدگان در صحبت با همکاران ما گفتند شرکت نرخ خریداری شیره کمال را پایین آورده است. دهها کارگر که بر اساس قرارداد به شرکت فاروز شیره کمال می‌فروختند در نزد اداره این شرکت جمع آمده خواستار بازنگری قراردادهایشان شدند. با قول کارگران فاروز از آنها خواسته است که یا با قیمت $10 هر کیلو شیره کمال را به آنها بفروشند و یا شرکت با کارمندان از افغانستان قرارداد می‌بندد که آماده شیره را جمع آورده با قیمت پایین‌تری به آنها بفروشند. شیره کمال برای استحصال داروهای گوناگون استفاده و در بازارهای جهانی با قیمت بلند فروخته می شود. خبرنگاران رادیوی آزادی که شاهد حضور کارگران در نزد یکی از دفترهای فاروز در شهر دوشنبه شدند میگویند چند ماشین ملیسه هم اینجا آمده از کارگران خواستند که پراکنده شوند. ژورنالیستان مرکز تحقیقات فساد و جنایت‌های متشکلانه گفتند فاروز شرکت مونوپولیست بوده به داماد رئیس جمهوری تاجیکستان تعلق دارد. بینندگان عزیز، حادثه در حال تحول است. خبرنگاران رادیو آزادی در جای حادثه قرار دارند و جزئیات بیشتر را میتوانید در وبسایت ما پیدا نمایید. ضمناً تا سال 2008 شیره کمال آزادانه از تاجیکستان صادرات میشد ولی با یک امر پرزیدنت کشور فروش آن به خارج تاجیکستان در شکل خام کاملا ممنوع گردید. پس از امر عملی رحمان فاروز یکی از کمترین شرکت هایی است که اجازه کار کرد و فروش این گیاه را دارد. رو می‌رویم به موضوعهای دیگر. محمد اولوخوجایف سخنگوی نیروهای مرزبانی کمیته امنیتی ملی تاجیکستان دستگیر شده است. بازداشت اولوخوجایف را امروز یکی از نزدیکان او به رادیوی آزادی تصدیق کرد. این در حالی است که دو رسانه جداگانه در داوم 3 روز اخیر نوشتند محمد اولوخوجایف با اتهام گویا فاش کردن سری دولتی بازداشت شده است. از جمله یک منبع سامانه آزیا پلوس گفت که اولوخوجایف دوام 2 هفته آخر در بازداشت است و در آن گمان بر می شود که گویا توسط پشت یا مسنجرش کدام اطلاع مخفی را ارسال کرده است. وبسایت اخبار نوشت که اولوخوجایف گویا کدام معلومات سری را به سازمان خارجی توسط کامپیوتر خانگیش ارسال کرده است. گفته می شود بازداشت اولوخوجایف را کارمندان امنیت ملی ساختاری که نیروهای مرزبانی یک بخش آن می باشد انجام دادند. روز گذشته زلمه خلیلزاد فرستاده خاص آمریکا در امور افغانستان در کابل گفت اگر طالبان به نظام پیشترشان برگردند این را هیچ جنگ خواهد بود نه صلح. خلیلزاد بر این است که طالبان باید اقدامهای خود را تغییر داده به آتش بس رضایت بدهند. اسکندر خواجه میرزاده با تفصیلات بیشتر. فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان زلمه خلیلزاد میگوید سازش احتمالی صلح با طالبان به آتشبس دائمی و صداقت جانبها به صلح پایدار در این کشور وابسته است. چیزی که طالبان میخواهند که درباره قوای آمریکا، چیزی که ما میخواهیم درباره تروریسم، اگر به موافقت برسیم گپ نهایی نمیشه تا این مسئله و مسئله آتشبس دائمی که ختم جنگ باشد روش موافقه نشده باشد مسئله ختم نیست. روز یکشنبه در یک مباحثه تلویزیونی در شهر کابل که میزبانی آن را تلویزیون خصوصی طلوع بر عهده داشت، خلیلزاد گفت طلب طالبان اساساً به بیرونشوی سربازان آمریکایی از افغانستان ارتباط دارد. ما خود در جستجوی یک صلح هستیم، در جستجوی یک حل سیاسی هستیم، نه در جستجوی برآمدن. ما صلح را میخواهیم که امکان برآمدن بده. ایالات متحده آمریکا 14,000 افسر و سربازش را
در چارچوب نیروهای بین المللی زیر رهبری پیمان ناتو به افغانستان سفربر کرده است که وظیفه اساسی آنها تمرین نیروهای دولتی افغانستان و کمک به آنها در مبارزه با گروه طالبان و سازمانهای افراطی به مانند داعش یا خود گروه دهشت افکنی دولت اسلامی و القاعده می باشد. شما برنامه خبری رادیو озодиро тамошо доред. шӯрои уламои тоҷикистон санаи эҳтимолии оғози моҳи шарифи рамазонро эълон кард. ба гуфтаи масъулини неҳод, тибқи ҳисоби онҳо моҳи рамазон имсол дар тоҷикистон рӯзи 6 май фаро мерасад. аммо рӯзи дақиқ 1 май дар ҷаласаи шӯрои уламо расман эълон мешавад. қарор аст дар ин ҷаласа низ ҳаҷми закот ва садақаи фитр барои имсол низ муайян шавад. рамазон 1 моҳ идома мекунад. дар ин моҳ аз субҳ то шом мардум аз хӯрдани хӯрок ва алфози қабеҳу амалҳои бад худдорӣ менамоянд. бинандагони азиз, рақами махсуси мо дар вайберу вотсап ҳамоно дар хидмати шумост. агар мехоҳед хабар ва аксунавори шумо дар барномаи хабарии радиои озодӣ нашр шавад, пас бо мо тамос бигиред. шумораи телефони мо +420 724 056 681 аст. дар сурати дарёфти хабар, акс ва ё видео мо бо шумо тамос мегирем ва ҷузъиётро мепурсем. барномаро идома медиҳем. додгоҳи шаҳри душанбе як ҷавони тоҷикро ба солҳои тӯлонии зиндон маҳкум намуд. муфаттишон мегӯянд орзу саидалиеви 23 сола мехост ба бинои вазорати умури дохилӣ ҳамла кунад, вале наздикони маҳкумшуда парвандаро сохта номида гуфтанд ӯ замоне боздошт шуд ки ба сабаби беморӣ аз қазоқистон ба ватан баргаштаву машғули табобат буд. зарангези наврӯшо мавзӯъро идома медиҳад. ӯ чизе ки мада ишон додам, ма гуфтам не, ё ҳама бар дурӯға гуфтам, ёра хитон кардагием. бачаи ман гуфтам, акаҷон, бачаи ман гуфтам, гиндишка кишта наметона. писари ин модарро барои қасди ҳамлаи маргталабона ба 20 соли зиндон маҳкум карданд. ӯ ба ин айбнома розӣ нест ва онро сохта медонад. орзу саидалиев, писари 23 солаи санавбар, ҳам ҳукми додгоҳро нисбати худ сангин хонда хостааст бозбинӣ шавад. мақомот мегӯянд ҳукм бар асоси далелҳои муътамад содир шудааст. ҳамин сари суда вақте ки бировардан, ма гуфтам ҳамин вақта ба ҳамин гуфтам ки мара то ин ҳамин ҷое ки телефона гап задана, вақте ки айлави дайро $100 қатъи телефона чи ё хичон монда гирдан, ёра хичон паставит кардан. гуфтиян ки синиш ки биё қатъи мо ҳамкорӣ ку, мо дар сари судра мебурорем. сари суда вақте ки 20 гуфтанда, бача дига чи دیگه نمیدونم که در او درونی چیز زمین دیگه من خود من نمیدونم چه خیلی شدم. دادگاه شهری دوشنبه ارزو سیدالیف ساکن ناحیه فرخار را که به گفته مفتشان میخواست در بینای وزارت امور داخلی حمله مرگتلبانه انجام دهد به 20 سال زندان محکوم کرد. دادگاه گفته است که این جوان 23 ساله هنگام مهاجرت کاری در قزاقستان در سال 2018 توسط شبکه‌های اجتماعی با اعضای گروهی به نام دولت اسلامی تماس گرفته سوگند صداقت داده است. با گفته مادر ارزو برای تبابت به وطن برگشت و پس از 3 ماه بازداشت شد. همین موبایل یک مکو کار نکرد که دستش دا خیمیکات زد. یا چون وجه دخترو همین چیزا دیدن کی گذشته. گفت کار میکرد اونجا رفته ماشین میشته. چی میکنه دیگه؟ او ما بعد 3 ماه دیگه گشت. هیچ چیزا هم چی رو پای بانماز دارم هیچ چیزا دیگه ما نمیدونیم. همین قمه دونم که همین روزی فبرار بود، 19 فبرار چی январ 19 январ بود. گفت اوچا ما اپا خبر گیریم ما اونجا کوارتیران تو. مقامات تاجیکستان میگویند سیدالیف را روز 20 دکبر سال 2018 هنگامی از جای تعیین کرده تاجدین نظر یک اعضای گروهی به نام دولت اسلامی گرفتن تلفن موبیلی و $200 در ساحل دریای دوشنبه دستگیر کردند. به قول مفتشان یکی از اولین دستورهایی که ارزو باید اجرا می‌کرده است قتل سیف‌الله یتیموف رئیس محله نوآباد پایان ناحیه فرخار بود. خود سیف‌الله یتیموف در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت هیچگاه با ارزو و خانواده آنها مناسبت بد نداشت و نسبت آنها به کسی شکایت نکرده است. ولی مادر ارزو از نقل پسرش میگوید در واقع او در جستجوی کار با افراد شبهناک تماس گرفته فریب خورده است، اما تاکید میکند او پسرش قصد اجرای یگان عملی تروریستی نداشت. نداشتم گفتم من نکردم، یگان کاری هم که بود نکردم، من مقصدی تری هم نداشتم. هر گفتم هم گفتم که نکردم چیکار. دادگاه شهری دوشنبه میگوید هرچند ارزو سیدالیف به مقصدش نرسید اما برای قصدی انجام این جنایت‌های مدهش به 20 سال زندان و ادای این حکم در محبس نظامش سخت محکوم شد.
صدها دانشجوی ترکمنی که در مکاتب عالی تاجیکستان تحصیل میکنند در حالت سردرگمی قرار گرفتند. وزارت معارف ترکمنستان رویخط دانشگاه‌های خارجی را تهیه کرده است که تنها دیپلم آنها در آن کشور اعتبار دارند، اما اسم دانشگاه‌های تاجیکستان در این رویخط نیست. ترکمنستان با چه دلیلی برای تحصیل شهروندانش در خارج مانع می‌گذارد؟ گزارش همکاران ما از تلویزیون نسته شیوه را طاهری سفر تقدیم می‌کند. تقریباً 1000 نفر از دانشجویان ترکمن که محصل مکاتب عالی تاجیکستان بودند نتوانستند تحصیلشان را در این کشور ادامه دهند. همین گونه به آنهای هم که با سبب مشکلات خانوادگی در جریان خوانش به وطن رفتند امکانی دوباره برگشتن به تاجیکستان را ندادند. کارشناسان میگویند مقامات ترکمن به این وسیله میخواهند از بیرون شدن پول جلوگیری نمایند، زیرا دانشجویان ترکمن در تاجیکستان در بخش‌های شرطنامه‌ای تحصیل می‌کنند و بر علاوه برای زندگیشان در اینجا مبلغ صرف می‌شود. اکثر دانشجویان از ترکمنستان که شمارهشان نزدیک 2000 نفر را تشکیل می‌دهد در دانشگاه آموزگاری در دوشنبه می‌خوانند. اینجا سبب‌ها زیادند. عامل اصلی این است که والدین دانشجویان با دلار مبلغ انتقال می‌دهند. برای حکومت این وضعیت چندان مقبول نیست، چون در ترکمنستان بحران اقتصادی است. دانشجویانی که حالا در تاجیکستان تحصیل را ادامه می‌دهند میگویند به اختصاص‌های آنها در ترکمنستان طلبات نیست. این است که مقامات کشور هم درسان آنها را اجازت نمی‌دهند از ترکمنستان بیرون برآیند، اما با این وجود هم دانشجویان نمی‌خواهند تحصیلشان را در تاجیکستان ترک کنند. در جماعت خرد ما 3000 دانشجویان آمده میگویند برای ما کار بدهید. در یک جماعت کوچک 3000 دانشجو از خارج کشور، از کجا به آنها کار میدهند؟ میفهمید حالا در آنجا برای کار جنگ است. در دانشگاه آموزگاری در دوشنبه میگویند امسال اکثر دانشجویان به هنگام تعطیل به وطن نرفتند و تا ختم و گرفتن دیپلم در خوابگاه میمانند. چند نفری که ناچار بودند به ترکمنستان بروند دیگر برنگشتند. تنها در یک حالت که از کورس یک فاکولته زبان روسی دختر دانشجویی بود که یعنی که به ترکمنستان رفت و دیگر برگشتن نیامد. راستی گپ انیق سبب برگشتن آمدنش رو ما هم نمیدونیم، چون که اون کس با عریضه مراجعت کرده برای دیداربینی مادرش رفته بود، دیگر برای نآمدن اون یگان معلوماتی وی هم نداریم. در ماه اپریل وزارت معارف ترکمنستان رویخط دانشگاه‌های خارجی را تهیه کرده است که تنها دیپلم آنها در کشور اعتبار دارند. نام دانشگاه‌های تاجیکستان در رویخط نیست، اما با این هم دانشگاه‌های تاجیکستان قبول دانشجویان ترکمن به فاکولته‌های گوناگون را ادامه می‌دهند. انتخاب کسب آزاد است، چی برای شهروندان جمهوری ترکمنستان و چی برای شهروندان جمهوری تاجیکستان. و ریاست دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان و مؤسس ما وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان آمده است که همه طرفا دانشجویان خارجی چی از جمهوری تاجیکستان چی از دیگر جمهوری‌ها را در کمیسیون قبول به صفت دانشجو قبول کنیم در اختصاص‌هایی که زیاده از 70 اختصاص در شعبه تحصیلات فاصله و روزانه داریم. ما تیاریم که همه جانبه اونها را قبول کنیم. بنا به اطلاع بخش ترکمنی رادیو آزادی من بعد تنها به آن دانشجویان اجازه انتقال پول میدهند که فهرستش از جانب حکومت تصدیق شده است. رهبریت دانشگاه آموزگاری میگوید فعلا با پول سپاری دانشجویان مشکل ندارند. در شهر کولوب نیمه ماه اپریل یک زن جوان سیگانیک به دنیا آورد. مفزونه مدیسوی و ساکن 26 ساله شهر سیگانیک را روز 14 اپریل در شفاخانه مرکزی نویت تولد کرده است. قربان علی الدین‌نایف اماکی طفلان نوزاد گفت که وضع صحتی دو دختر و یک پسر مفزونه و صحتی خودش خوب است. مادر کودکان پرستار است و یک دختری 3 ساله دیگر هم دارد. فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. از آن که تا آخر برنامه ما را همراه بودید بینندگان عزیز تشکر میگوییم و همین گونه دعوت میکنیم که نوار و گزارش های جالب را از کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. وبسایت رادیو آزادی نیز در خدمت شما www.azadi.org. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیمتان میکرد. خدا نگهدار.